جغرافیایی دیگه حضور دارن. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید، بفرمایید. سلام بر شما و بر همه بینندگان محترم. همونطور که فرمودید موضوع گفتگوی امروز ما درباره بلوچیه. زبان بلوچی علی‌رغم اینکه در جنوب شرق ایران رایجه، اما از زبان‌های ایرانی نوع غربی شمالی به لحاظ معیارهای زبانی حساب میشه. زبان بلوچی برخی از ویژگی ها رو داره که با برخی از زبان های ایرانی میانه باعث میشه که قرابت هایی داشته باشه، از جمله زبان پارتی، اما در عین حال ویژگی های خاص خودش رو داره که به خاطر این ویژگی ها از تمام زبان های ایرانی میانه و من جمله پارتی مجزا میشه. به همین سبب میتونیم بگیم که در واقع زبان بلوچی بازمانده هیچ یک از زبان های ایرانی میانه نیست و یک زبانی مستقلیه که ما فقط از دوران نوش آثاری در دست داریم. اما واژه بلوچ برای نخستین بار بر اساس منابع موجود میتونیم بگیم که در یک متن پهلوی که فارسی میانه هستش به نام شهرستان‌های ایران ذکر شده و در این متن اومده که بلوچ‌ها کوهنشینان هستند، یعنی در زمره کوهنشینان حساب میشن. در متون دوران اسلامی هم نام بلوچ به صورت‌های بلوس، بلوچ، بلوچ و پلوچ ذکر شده. درباره ریشه و معنی نام بلوچ هم میان محققان و دانشمندان اختلاف نظر وجود داره، اما آنچه بیشتر بر سرش در واقع اتفاق نظر وجود داره معانی مثل سرزمین دارای آبراهه‌های زیرزمینی و اخیراً نیز یه نظری در این رابطه مطرح شده که با متن پهلوی شهرستان‌های ایران همسویی داره و معنی که واسه بلوچ میدن اینه که دارای مسکن بلند، یعنی اگه بخوایم خیلی راحت بگیم یعنی ساکن کوهستان. بلوچ، واژه بلوچ یعنی ساکن کوهستان. خب بلوچستان چی میشه؟ بلوچستان استان پسفند جمع بلوچ، قوم یعنی امروز. ساکنان ببینید نه، بلوچ اسم قوم امروزه. استان یعنی جایی که بلوچان در اون ساکن هستند. بلوچستان استان پسفند اسم مکان. بله، من واژه خود بلوچ رو داشتم توضیح میدادم. خب بر پایه همین معنی واژه بلوچ و برخی از متون مکتوب مثل شاهنامه که در اون نام بلوچ‌ها در کنار اقوام شمالی ایران مثل گیل‌ها ذکر شده، به این نظر رسیدن که بلوچ‌ها در اصل ساکنان شمال ایران اطراف حاشیه دریای خزر بودند و احتمالاً در اواخر دوران ساسانی به سمت جنوب کوچ کردند و در این مناطقی که امروز ما می‌بینیم ساکن شده. اما مراکز اصلی رواج بلوچی امروز در واقع در کل منطقه اگه بخوایم ذکر کنیم، استان سند و بلوچستان در پاکستان و سیستان و بلوچستان و قسمتی از خراسان به خصوص خراسان جنوبی در ایران هستش. پس شد خراسان جنوبی، شد سیستان و بلوچستان و افغانستان. نه، افغانستان هم خدمتتون گفتم مراکز عمده یعنی پاکستان و ایرانه، اما بلوچی غیر از ایران و پاکستان در کشورهای دیگه هم رایجه، از جمله افغانستان. برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مثل امارات، کویت و عمان و همچنین در ترکمنستان. بلوچی یعنی عملا در 4-5 کشور رواج داره. بله، بلوچی زبانیه که به غیر از زبانهای ایرانی با زبانهای غیر از خانواده زبانهای ایرانی مثل هندی و ترکی، همون ترکمنی که عرض کردم، عربی و حتی زبان براهویی در منطقه بلوچستان، پاکستان و ایران ساکن هستند. این براهویی زبانه یک زبان دراویدیه در مجاورت و تماسه. اما از همون ابتدا که اومدن برای بلوچی در واقع طبقه بندی ارائه کردن زبانشناسا، به سبب اینکه بلوچی در کشورهای مختلفی در واقع در جریان هستش، رواج داره، اتفاق نظری در این رابطه هم وجود نداره و طبقه بندی‌های مختلفی دادن. برای مثال برخی گفتن شمالی و جنوبی، بلوچی شمالی و جنوبی، برخی گفتن بلوچی شرقی و غربی و برخی هم که جدیداً این نظر رو مطرح کردن میگن بلوچی به 3 دسته شرقی، غربی و جنوبی تقسیم میشه. اما اگر بخوایم در واقع این تقسیم بندی‌ها که کمی پیچیده است رو کنار بگذاریم و مهمترین گویش‌های بلوچی که در واقع شناخته‌ترین گویش‌های بلوچی هستند رو بهش اشاره کنیم، باید به گویش رخشانی که از الان اشاره میکنم اونها. بله، گویش رخشانی که از پرگوینده ترین گویش های بلوچی در ایران، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان گویش برداره. گویش دوم همونطور که شما فرمودید گویش سرابانی است که عمدتاً در ایران و بخشی هم در پاکستان گویش برداره. گویش سوم گویش لاشاری است که در لاشار در جنوب ایران شهر رواج داره. این گویش فقط در ایران تکلم میشه و نسبت به سایر گونه های بلوچی محافظه‌کارتر بوده و ویژگی‌های قدیمی رو حفظ کرده. درسته. گویش چهارم در واقع گویش
کچیست که در دره کچ در پاکستان رواج داره. گونه پنجم گونه ساحلی است که هم در ایران بر مناطق اطراف چابهار و هم در پاکستان رواج داره و گونه ششم گونه بلوچی تپه شرقی اصطلاحاً که در کویت در پاکستان رواج داره. این گونه تحت تاثیر زبان‌های هندی قرار گرفته و گویشوران دیگر بلوچ به سختی در واقع این گونه رو درک میکنن. فهم متقابل خیلی کمتره بین این گونه و سایر گونه‌های بلوچی. درسته. اما اگر بخوایم در واقع حالا برسیم سراغ گویش‌های بلوچی ایران با توجه به اقلیم و جغرافیای ایران که در اون زاهدان و خاش و توابع اطراف اون رو سرحد می‌نامند و مناطق شهرهای در واقع ایران شهر، نیکشهر، چابهار و توابع و محدودش رو مکران میگن، گویش‌های بلوچی ایران رو میتونیم به دو دسته کلی سرحدی و مکرانی تقسیم کنیم. آها، اونایی که فرمودید رخشانی و سراوانی و غیره، اونا میشدن لهجه هاشون در گویش های بلوچی هستن. فرضاً مثلا حساب کنید خود گویش رخشانی زیرشاخه های مختلفی داره. مثلا رخشانی 3 زیرشاخه مهمش، یکی کلاتیه و دیگری پنجگوریه که در پاکستان رواج داره و سومیش سرحدیه که هم در ایران رواج داره و هم در پاکستان. اما این سرحدی و مکرانی خودشون زیر مجموعه های اونها میشن. زیر مجموعه اونها میشن. خیلی سخته. در مورد زبان های ایران صحبت کنم. اما در ایران به غیر از این گویش های مهمی که اشاره کردم، گویش های دیگر بلوچی هم رواج دارن. برای مثال گویش کروشی، نمیدونم تا به حال اسم کروشی رو شنیدید یا نه. این گویش کروشی از گویش های بلوچیه که در بین شترداران و دامداران ایل قشقایی در استان فارس رواج داره. و گونه های دیگه بلوچی رو اگه بخوام فقط اسمشون رو ذکر کنم، برای مثال کاروانی رو میتونم ذکر کنم، جاسکی رو ذکر کنم. اینها گویش های خاص بلوچی هستن. درسته. اما بلوچی علیرغم اینکه آثار مکتوبی ازش از دوران کهن به جا نمونده، از لحاظ ادبیات شفاهی بسیار غنی است و از سده 19 به بعد این اشعار و آثارشون ثبت شده. اگر ما بخوایم یه اشاره کوتاهی هم به اشعار بلوچی بکنیم، اشعار بلوچی رو میتونیم به 6 دسته کلی و بزرگ تقسیم کنیم. دسته اول اشعار حماسی کهن هستند که به تبار و در واقع اصل و نسب بلوچ‌ها در اونها اشاره شده. اشعار دسته دوم در واقع ترانه‌های قبیله‌ای جدید هستند که به جنگ‌های میان قبیله‌ای بلوچ‌ها اشاره شده. دسته سوم ترانه‌های عاشقانه بلوچی هستند مثل لیلا و مجنون، پارات و شیرین، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین. به این بحث‌های عاشقانه هم میرسیم از اونجایی که تیتراژ صبح خیری را روی آنتن رفته. من با شما خداحافظی می‌کنم جناب آقای دکتر مجید طامع بزرگوار. خواهشاً راجع به لیلی و مجنون اینها صحبت بکنید تو جلسه آینده. به خدا میسپارم بهتون، روزتون مثل بهشت باشه الهی. تا فردا، خدا.